جناب آقای امام علی رحمان رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان وارد تالار خواهند شد. الرحمن الرحيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. جمهوری اسلامی ایران حضور جناب آقای امام علی رحمان رئیس جمهور محترم جمهوری تاجیکستان برای ادای احترام به پیکر مطهر امام شهید انقلاب را گرامی می‌دارد و این حضور را جلوه‌ای از پیوندهای عمیق تمدنی، فرهنگی و زبانی میان دو ملت دوست و همتبار می‌داند.